يا رب عهدك بباب یک کمونیست در یک صنف درس میداد. خب شاگرده را گفته بود خدا است یا نه؟ بودندم دوران کمونیستا. چرا نیست؟ گفته بود. گفت خب میبینین؟ گفته بود نه نمیبینین. میشنوین گپش؟ نه. لمس میشه حواس خمسه؟ گفت نه. بوی میشه شما یک حواسی؟ نه. ذائقه چشیده میشه؟ نه. گفت یک چیزی که چشیده نمیشه، دیده نمیشه، بوی نمیشه، شنیده نمیشه، شما دیوانه هستین؟ چطور میگین است؟ سعی که فکرت چطور خراب میکن. باید یک مسلمان بود می درساش شده بود، یک جوان بود. ولی اگه استادی تو فرمول باشه خیمام یک سوال دارم، هر چیزی که دیده نشه نباشه. گفت باش ما از این بچه یک سوال میکنم. گفت بگو. گفت اجازه است بیم پیش تخته؟ گفت بیا. گفت شاگردا یک سوال است. گفت من همین استاد ما عقل داره یا نه؟ گفت چرا نداره؟ گفت میبینین؟ نه ولی نمیبین. گفت میشنوین؟ گفت نه. لمس میشه؟ گفت نه. چشیده میشه؟ نه. بوی میشه؟ نه. گفت خیلی استاد ما عقل نداره. چطور عقل داره؟ یک دفعه استاد خیزت تو مرا بی عقل گفتی؟ گفت نه خودت بی عقل گفتی. خدا خودت به می فرمول عقل تو را ما نه بوی کده میتانیم نه دیده. گفت استاد که عقل نداره چطور با ما درس میته؟ عقل درس دادن داره؟ کلگی گفت نه. گفت برای دیگه استاد بی عقل شدی اصلا برای. استاد گفت همین بر آمد چنان شرمنده شد. کلگی گفت برای گفت رفت دیگه در مکتب نمیامد. ایلا کرد مکتب.